دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده فعالیت خود را در اساس قانونهای صحوی جمهوری تاجیکستان، امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003، استاندارد دولتی تحصیلات عالی کسبی برای مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی دارای مقام بین المللی، استراتژی رشد دانشگاه، آیین‌نامه، نظامنامه و نقشه‌های کاری دانشگاه به راه مانده است. گفته شد در نشست خبری. در ادامه قید گردید که در فاکولتت‌های دانشگاه 24 کافدرا مطابق نقشه نوی تعلیمی از روی 60 اختصاص عمل کرده در زمینه‌های بکالوریات، ماجستراتوره، دکترانتوره 5198 نفر محصل تحصیل نموده که از این شماره 395 نفرشان خارجی میباشند. در دوره حساباتی بهر تطبیق سیاست معارف پرورانه پرزیدنت کشور یکی از دستاوردهای نظررس از اکریدیتاسیای دولتی گذاشتن مؤسسه می باشد که با قرار مشاوره اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دانشگاه با مهلت 5 سال آینده صاحب اجازتنامه گردید. در مجموع دستاوردهای هیئت پروفسوران و آموزگاران، کارمندان و دانشجویان در 6 ماه اول سال 2024 جهت در سطح بلند آماده نمودن متخصصان زبانشناس، آموزگار و ترجمانهای رقابت‌پذیر در بازار جهانی مهنت مساعدت می‌نماید. محمد اقبال عبدالمجید، ذوقی بیگ زبید، دوشنبه، خبر.